چی شد که اینقدر نگاه داری؟ نه چیزی نه، به ریشت نگاه دارم. چه کار است بریشم؟ ریشت بسیار زیبا و پوره است. من چیکار کنم که مثل تو ریشم براید؟ ریش من هم کم است. آیا تو بخبر هستی؟ برادران تاجیکمان از شرکت شفافرما برای ریختن موی سر ریش را زیاد کردند، فربه شدن، خراب شدن، میان در، پادر، گلودر، برای تمام درد بدن از داروهای گیاهی مهیا کردند. خوب پس به دوست و نزدیکانتان خبر بده اگر در یکی از این بیماری‌ها دچار باشند میتونند به شرکت شفافرما فرمایش دهند. دستافка در تمام شهرهای روسیه بپول است. پس آن این رقم ها برای تماس در رقم ها واتساپ ایمو وجود دارد، می توانند از اینجا فرمایش دهند. پس این خیلی باشد خودی ها زیر زنگ میزنم. از شرکت شفافرما فرمایش دهید. اگر از نام شبکه صدای امید گپ زدید برایتان تخفیف یعنی سکیتکا کرده می شود. اینها سبب خدا شفا می دهد. حمد به حد و ثنای به اعداد به خدایی که نور ایمان داد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل تماشابینان و هموطنان گرامی قدر. خب امروز میخواهم مینه‌داری خدمت به همون شخصانی که در آزمون قاریان ما دستگیری کرده هستند برسانم. خب پیش از مینه‌داری خود را بیان کردن به سهم شما میخواهم یک چیز دیگر را برسانم، چون زیادی از برادران در زیر کامنتر نوشتند که آزمون قاریان چی شد؟ به انجام رسید یا اینکه دوام دارد؟ خب دوستان عزیز، آزمون به انجام رسیدگی هست، تنها فینالش ماندگی هست، آخران برنامه ما ماندگی هست. از سبب همین بیماری الحال همه برگزار نکرده ایم، یعنی که 16 یا اینکه 17 قاری در همین فینال اشتراک میکند و زیاده ممکن ما در همونجا 20-25 نفر آدم داریم. برای ما اجازت نیست الحال که قدر سر آدم در یک جا ما همین آزمون برگزار کنیم. شاید که به همین روزهای نزدیک همین فینال برگزار کنیم. ان شاء الله که تمام شده فینال ساق سلامت برگزار که کردیم، باز از سال آینده ان شاء الله با یگام آزمون بهترین بهره قاری بچه‌ها تشکیل خواهیم کرد. خب میخواهم که مینه‌داری خدمت با برادر قاری میرزا محمود جان که در همین آزمون ما چندین برنامه‌ها در داوری کردگی هست برسانم که خداوند همیشه نگهبانش باشه. شبکه‌اش در یوتیوب با نام حنفی تیوی، سلکشون در زیر همین ویدیو میشود، میتونید که در اومده آبونه شوید و از ثبت‌های خوشون با خبر شوید. دیگری برادرمان با نام اهلیدین، کانالش این دوشنبه هست که این برادرم بسیار در همین آزمون ما رو دستگیری کردگی است، یعنی که از میکروفون و از ثبت آواز همینجا ما را کمک کردگی هست. خب دیگر دادی خدا، شاید که بسیاری بشناسین، کلون رپتیجی، یعنی ما با کسب کارشون کاری ندارم. در همین آزمون قاری ما رو همین برادر بسیار کمک کردگی هست. از همین سبب میخوام مینه‌داری خدمت به همین برادرم برسانم. خب دیگر شبکه داشت با نام عجمستان فتح‌الدین، الحال شبکهش چشمسار. این برادرم در آزمون کم و بیش هم که باشد برای ما کمک کردگی است، برای استال قاری ها را جابجا کردن هم ان شاء الله که در این خیر این برادرم خوش است. خب برادر دیگر معروف با نام ماریو میشناسن بسیاریا، گفتم که با کسب و کارشون کاری ندارن، در همین آزمون ما را همین برادران دستگیری کردگی هستند. خب در اینجا چندین برادرای دیگر هم دستگیری کردگی هستند. مینه‌داری خدمت به همه این برادران رساندنی هستند که در این کاری خیر دست درازی کردگی هستند. خوب باز مینه‌داری خدمت به همون شخصانی که در همین آزمون سهم خودشون گذاشتگی هستند رساندنی هستند که الله برکتتون بده و در کسب و کارتون برکت بیابید. خداوند همیشه نگهبانتون باشه که در همین آزمون شما دست درازی کردگی هستین. خداوند همیشه نگهبانتون باشد. سبب این نوار برای مینه‌داری بود و برای همون قاریانی که منتظر آن همین فینال بودند. خواستیم که برسونیم به سهمشون که منتظر باشین، ان شاء الله فینال هم برگزار خواهد شد. در حق ما با دعا باشین، خداوند یار و مددگارتون باشد. فی امان الله.